ساکنان شهر ترسونزاده روز وحدت ملی کشور را با استفاده دادن یکچند انشاءات حیاتاً مهم استقبال گرفتند. با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، کارخانه و تشکیلات و ساکنان محل در دهه به نام سیدعلی تبرفی جماعت دهات قرطاق شهر ترسونزاده یک طربخانه، مرکز سودا و آشخانه چایخانه به طور زمانه‌ای ساخته شده از جانب عائله مجیدوفا مورد استفاده قرار گرفت. باید گفت که چنین اقدام‌های نکی صاحبکاران محلی برای در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. ابراز گردید که در انشاءات مذکور 20 نفر ساکن محلی صاحب جای کار دائمی گردیده در یک وقت میتواند 100 نفر میزبان را قبول نماید. در مجموعه با صنعت بلند برای سیاحان داخلی و خارجی خوراک‌های ملی آماده گردیده، همچنین میزبان میتوانند موافق خواهش خود طعام‌های اروپایی نیز فرمایش دهند. همچنین برای گذراندن چهاربینی و توی معرکه ها در مجموعه مذکور یک تالار برهوا با 100 نفر بنیاد یافته است. از جانب عائله مجیدوفا در این روز 20 نفر کودکانی از عائله‌های کمبیزاعت توی سنتی کرده شده، به همه آنها سر و لباس و تحفه‌های کودکانه داده شد. همچنین در این روز در دهه جاویدان جماعت دهات قرطاق یک میدانچه خرد برای نمودهای گوناگون ورزشی مورد استفاده قرار گرفت. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، خوانندگان، ورزشگران، جوانان و نوجوانان را با گشوده شوی این میدانچه ورزشی تبریک نموده قید کردند که برای رشد ورزش سالمی نسل‌های امروز و فردا حکومت کشور با شریکان نزدیکش پیوسته شرایط و امکانات‌ها را فراهم می‌آورد. چهاربینی فرنگی فراغتی در کاخ دوستی شهر ترسونزاده با اشتراک فعالان، سابقه‌داران، کارمندان بخش و ساختار مقامات اجراییه برگزار شد. رهبر شهر اکرمزاده پرویز اکرم حاضرین را به مناسبت روز وحدت ملی تبریک و تهنیت گفته اظهار داشت در تاریخ نوین تاجیکستان سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی از جمله اسناد سرنوشت‌ساز به حساب رفته در نتیجه سیاست وحدت آفر و خردمندانه پیشوای ملت مردم کشور به این نعمت ارزشمند شرفیاب گردیدند. در ادامه چهاربینی هنرمندان مؤسسه دولتی ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با برنامه جالب و رنگین کنسرتی روی صحنه آمده خاطر حاضرین را شاد و به تنتنه روز وحدت ملی حسن عیدانه ضم نمودند. در حقیقت در نتیجه وحدت و همدلی مردم مهنت دوست کشور از جمله ساکنان شهر ترسونزاده جهت فردای گلفشان زیر پرچم وحدت و همدلی و فضای صلح و امانی مهنت پرثمر می‌نمایند.